سلام خدمت تمامی دوستان و همراهان عزیز با جلسه هفتم دوره نتورک پلاس کامپتیا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. توی فیلم قبل ما رفتیم و خدمتون بگم که یک سری فیزیکال مدیاها رو با هم شروع کردیم به بررسی کردن. ابتدا از کابل کوآکسیال با هم شروع کردیم. قلمم من بردارم. کابل کوآکسیال رو با هم صحبت کردیم. فهمیدیم که کانکتور کابل کوآکسیال BNC هست. خدمتتون عرض کنم استانداردهاش رو شناختیم برای شبکه‌های تینت و تیکت در سطح توپولوژی باس و کیبل تلویزیون که حالا هم RG59 هست هم RG6. اومدیم سراغ کابل‌های از نوع تیوستت پیر یا زوج به هم تابیده که فهمیدیم دو مدل داره، STP یعنی شیلد تیوستت پیر و UTP که آنشیلدد بود و گفتیم مدل های مختلفی داره که یه جدول راهنما اینجا دارید شما. در اصل U آنشیلدد، F فویل شیلدد، S خدمتون عرض کنم که اسکریند شیلدینگ، TP تیوستت پیر، TQ هم که تیوستت پیر برای هر خدمتون عرض کنم پیر یعنی هر زوج یک شیلد مجزا داریم و انواعشون رو شناختیم با هم. اوکی، رسیدیم به کابل های از نوع توئنکسیال که گفتیم در مسافت های کوتاه سرعت 10 یا 40 گیگ بهمون میدن و یک سری مزایا دارن که اومدیم این 4 تا مزیت رو با هم صحبت کردیم. با دک کیبل ها آشنا شدیم و فهمیدیم کانکتورهای مربوط به توئنکسیال کیبل SFP، SFP پلاس، SFP 28، QSFP پلاس و غیره، یعنی باز هم داره و کابل ها شدیدیم با هم. اوکی، رسیدیم سر این که یه استانداردی وجود داره، میان مثلا میگن 10 بیس 2 10 میشه 10 مگابیت پر سکند، بیس میشه بیس باند یعنی دیجیتال، تو هم میشه مثلا متراژش. اینم حالا خدمتون بگم تا اینجا هستیم. 10 بیس 2 یعنی سرعت 10 تا به صورت بیس باند، دوش یعنی 200 متر میتونستیم این کابل رو بکشیم، ولی به صورت عملی توی کتاب گفته 185 مترش جواب میداد. و 10 بیس 5 که مربوط میشد به تیکنت، سرعت باز 10 مگابیت پر سکند بود به صورت بیس باند یعنی دیجیتال و 500 متر میتونستیم کابل رو به صورت تئوری و یا عملی بکشیم و استفاده کنیم. هم گفتم حالا بهتون بگم. این استاندارد رو اینجا خوندیم، رسیدیم به این بخش. خدمتتون عرض کنم که کابل های از نوع تیوستت پیر که الان ما شبکه هامون رو باهاش راه اندازی میکنیم در سال 2025 یه استانداردی براشون تعریف شده که میخوایم اون استانداردها رو با هم در اصل بررسی بکنیم، از کت 1 یعنی کتگوری 1 تا کتگوری 8 و 2 که این پایین میبینید. کت 1 میاد میگه که آقا بندویتش یا پهنای باندش 400 کیلوهرتز بود. برای کجاها استفاده میشد؟ برای تلفن و یا خطوط مودم. کت 2 4 مگاهرتز بود، این کیلوهرتز بودا، 4 مگاهرتز بود. برای ترمینال های قدیمی شرکت IBM می اومد استفاده می کرد. کت 3 UTP آن شیلدده، پهنای باندش چقدره؟ 16 مگاهرتز، استانداردش 10 بیس تی یعنی 10 مگابیت پر سکند سرعت، بیس باند تیوستت پیر یا 100 بیس تی 4. اوکی. کت 4 هم UTP پهنای باند 20 تا برای شبکه های
توکن رینگ استفاده میشد و not commonly used. الان دیگه استفاده نمیشه. چند سال پیش می اومدن برای راه اندازی شبکه ها از کت خدمتتون عرض کنم 5 استفاده میکردن که UTP بود. هزینه‌ش هم پایین بود، انعطاف پذیری خوبی داشت، پهنای باند 100 مگاهرتز بود و استاندارد 100 بیس TX 1000 بیس T که 1000 بیس T بیشتر استفاده میشد. 1000 میشه خدمتتون عرض کنم که 1000 مگابیت پر سکند سرعتش بود به صورت بیس باند بر روی بستر تیوستد پیر. اومدن یه اینهنسی بهش دادن، یعنی یه سری کارا روش انجام دادن که کیفیت بالا بره. گفتن کت 5E. ببینید حالا دیگه کت 5E جنس UTP داشت، FUTP و UFTP هم داشت. ببینید این مثلا UFTPه، درسته؟ پهنای باند همون چقدر بود؟ 100 مگاهرتز بود. حالا این میتونست تا 1000 بیس تی یا 2.5 گیگابیت پر سکند به صورت بیس باند بر روی تیوستد پیر بیاد و دیتا رو انتقال بده. استانداردی که تست شد و تونستن این کابل رو بکشن چقدر بود؟ بین تجهیزات 100 متر بود. الان تقریبا داره از کت 6 استفاده میشه که اینم UTP، FUTP، UFTP مثل بالایی، ولی پهنای باند چقدر؟ 250 مگاهرتز. 5 گیگابیت پر سکند به صورت بیس باند یا 10 گیگابیت پر سکند به صورت بیس باند بر روی بستر تیوستد پیر میتونست انتقال بده و فاصله‌ای که میتونستید این کابل رو بکشید 55 متر استاندارد شده. دیگه همینطوری بیاید پایین دیگه بقیهش خب کابلای گرونی میشه. کت 7 الان استفاده میشه تو بعضی جاها. خدمتتون عرض کنم که SFTP و FFTP SFTP FFTP این SFTP این FFTP. ببینید که شامل فولد و برید شیلد و این چیزا هست. گرونتر قاعدتاً. پهنای باند 600 مگاهرتز استانداردی برای سرعتش اعلام نشده و آخریش هم که کت 8 و 2 SFTP و FFTP. پهنای باند رو ببینید 2 گیگاهرتز 25 گیگ یا 40 گیگ به صورت بیس باند یعنی دیجیتال بر روی بستر تیوستد پیر میتونه انتقال بده. اینم کد استانداردشه تو سال 2017. سوکتی که ما برای کابل های تیوستد پیر استفاده میکنیم سوکتی به نام RJ45 که دارید اینجا میبینیدش. RJ11 رو برای اگر یادتون باشه برای خطوط تلفن استفاده میکردیم. اوکی؟ این شد استاندارد کابل های تیوستد پیر و فهمیدید الان داریم از کت 6 یا کت 5E توی شبکه هامون استفاده میکنیم. خب خدمتتون عرض کنم که بریم سراغ کابل بعدیمون، کابل فایبر اپتیک یا فیبر نوری. میاد میگه که فیبر نوری این کابل انتقال میده سیگنال دیجیتال رو از طریق چی؟ نور به جای سیگنال الکتریکی و یه ایمنی برقرار میکنه جهت جلوگیری از EMI و RFI. EMI و RFI چیه؟ ببینید تداخل الکترومغناطیسی یا تابش فرکانس رادیویی که سبب میشه یه وسیله الکتریکی یا الکترونیکی نویزی رو ایجاد کنه و توی در اصل عملکرد یه دستگاه کناری خودش تداخل ایجاد کنه رو میگن چی؟ EMI و RFI. که میاد میگه فیبر نوری ایمنی داشت نسبت به چی؟ نسبت به
کابل هایی که داشتن سیگنال الکتریکی انتقال میدادن. Fiber cable allow light to be carrier. میتونستیم سیگنال نوری رو انتقال بدیم بر روی چی؟ گلاس، شیشه یا پلاستیک، بر روی هسته پلاستیکی یا شیشه. شیشه چی میاد میگه؟ میگه a greater distance، تو فواصل طولانی تری استفاده میشد. پس پلاستیک تو فواصل کوتاه‌تری استفاده میشه، ولی پلاستیک هزینه‌اش کمتره و گلاس هزینه‌اش بیشتره. کابل هایی که توی در اصل فیبر نوری داشتیم رو به دو دسته اومدن تقسیم کردن. یکی سینگل مود فایبر یا SMF یا مالتی مود فایبر. مالتی مود فایبر. پس هر جا SMF دیدید بدونید سینگل موده، هر جا MMF دیدید یعنی مالتی مود فایبره. The difference between them, the number of light ray they can carry. یعنی چی؟ ما توی سینگل مود یک سیگنال نوری رو انتقال میدیم، توی مالتی مود چندین سیگنال نوری رو با ضریب شکست های مختلف میایم انتقال میدیم. میاد میگه مالتی مود فایبر ها اغلب استفاده میشه برای shorter distance application، برای در اصل فواصل کوتاه‌تر مالتی مود ها استفاده میشه و سینگل مود ها برای فواصل طولانی تر. حالا میاد میگه که برای کابل های فیبر نوری اولا که ما به صورت کامل ایمنی داشتیم نسبت به EMI و RFI که فهمیدید چیه؟ نویزی که ایجاد میشه و روی دستگاه مجاور میاد تداخل ایجاد میکنه رو ما دیگه توی فایبر اپتیک نداشتیم که اصطلاحاً بهش EMI و RFI میگن. میتونستیم انتقال دیتا بدیم تا 40 کیلومتر. 40 کیلومتر این کابل رو بکشیم یا 25 مایل. خدمتتون عرض کنم که موارد دیگه ای که داره it's difficult to install، پیاده سازیش سخته، هزینهش بالاست نسبت به کابل های تیوستت پیر، ارزیابیش با تجهیزات گرونی داره انجام میشه نسبت به تجهیزاتی که در سطح کابل تیوستت پیر انجام میشه و ارزیابی اون هم سخته. ارزیابی کابل های فیبر نوری هم سخته. بریم سراغ نوع اولش یعنی سینگل مود فایبر یا SMF. ببینیم چی میگه. میاد میگه SMF ها is very high speed، سرعت بسیار بالا، long distance media، در فواصل طولانی که یک سیگنال رو میان انتقال میدن و بیشتر دارن از چی استفاده میکنن؟ از گلس استفاده میکنن جهت انتقال سیگنالشون. خدمتتون عرض کنم که that is چی 40 تا 80 کیلومتر بسته به نوع ترانسیورمون میتونیم از این کابل استفاده کنیم. مدیاش هم که گفتیم گلسه، نصبش به نام SMF و میاد چیکار میکنه؟ میاد این installation to SMF can be requires their outer layer protecting the glass core. اینا رو داره میگه. یه دونه جکت داره که کل کابل رو پوشش داده، یه وافر داره، یه کلادینگ داره که داره از کور یا هسته محافظت میکنه و یه کور داره که حالا میتونه گفتیم خدمتتون عرض کنم شیشه باشه یا پلاستیک. این میشه کابل های از نوع چی؟ سینگل مود فایبر یا SMF. بریم سراغ مالتی مود فایبر یا MMF.
MMF میاد میگه چی؟ میاد میگه که شما میتونستین چندین سیگنال نوری رو بیاید و انتقال بدید با ضریب شکست های مختلف. MMF ها provide high bandwidth، پهنای باند خیلی بالایی دارن at high speed over medium distance، در فواصل کوتاه‌تر سرعت خیلی خوبی دارن، پهنای باند خیلی خوبی دارن که نوشته up to about 3000 فیت. MMF اغلب میاد میگه چی؟ تو smaller area، تو محدوده های کوچیک در سطح یک ساختمون ما میایم از MMF ها استفاده میکنیم. SMF ها میتونه استفاده بشه بین ساختمون ها، پس داخل ساختمون میگه MMF استفاده میکنیم، بین ساختمون ها SMF یا همون سینگل مود. MMF هم در دسترس هم بر روی گلس و هم بر روی پلاستیک، نصب راحت تری داره و increase the installation flexibility. این جملهش یه بار دیگه بخونیم با هم. میاد میگه MMF در دسترس بر روی گلس یا بر روی پلاستیک که میتونه نصب بشه راحت تر، یعنی پلاستیک نصب راحت تری داره و increase the installation flexibility و انعطاف پذیری بیشتری هم داره. اوکی؟ حالا خدمتتون عرض کنم که سینگل مود و مالتی مود رو از جهات مختلف اومده مقایسه کرده. ببینید سینگل مود ها، بیایم این پایین شروع کنیم. سینگل مود ها short distance cable run، long distance cable run. یعنی چی؟ یعنی هم در محدودهای کوچیک هم در محدودهای بزرگ میتونیم استفاده کنیم. highest bandwidth support، پهنای باند بسیار بالایی دارن. lower cable cost، هزینه کمتری دارن. higher electronics cost، در از هزینه الکتریکی بیشتری دارن و harder to terminate due to smaller core size، و قاعدتاً قطعیشون یا حالا جدا کردنشون در سایزهای کوچیک مقدار سخته. سینگل مود. مالتی مود رو اومده چی گفته؟ گفته short distance cable run less than، کمتر از چی؟ 1000 فیت، در فواصل کوتاهتر پیاده سازی میشه، پهنای باند بالا ساپورت میکنه. higher cable cost، هزینه بالایی داره این کیبل. lower electronics cost، هزینه الکتریکی کمتر و easier to terminate due to larger core size، و در از اون ترمینیت کردنش یا قطع کردنش به راحتی انجام میشه در سایزهای بزرگ. اینجا هم مشخص مالتی مود، ببینید چندین سیگنال رو داره انتقال میده. سینگل مود فقط یک سیگنال رو داره انتقال میده. باز اینجا مالتی مود ببینید با ضریب شکست های مختلف، سینگل مود تک. سینگل مود ها خدمتتون عرض کنم که توی اینجا اومده گفته که حالا در اصل قطرمون تو سینگل مود ها 9 میکرومتر بوده، توی مالتی مود 50 داریم و 62.5. اینجا باز اومده یه مقایسه کرده بین سینگل مود و مالتی مود که یکی در رابطه با همون کورش هست که الان بالا دیدیم. خدمتتون عرض کنم که مثلا پهنای باندش هست که این بیشتره، سینگل مود. مالتی مود کمتره. ترانسمیشن دیستنس، این برای محیط‌های برای فواصل طولانی، این برای فواصل کوتاه. هزینه
این کمتره، این بیشتره. ترانسمیشن دیوایس ها این اکسپنسیو، یعنی گرونه. دیوایس هایی که میخوان انتقال اطلاعات رو انجام بدن، این نات اکسپنسیو. سینگل مود میگه بیشتر برای تلکام و CATV داره انجام میشه، شبکه های در اصل تلویزیونی و مخابراتی. مالتی مود رو ما داریم توی لوکال نتورک یا شبکه خودمون استفاده میکنیم. اینجا اومده لایتش گفته سینگل مود لیزر، این LEDه. اینجا چی داریم؟ میاد میگه مالتی مود فایبر ها با نام OM1 هم شناسایی میشن. نارنجی مالتی مود، OM2 نارنجی، مالتی مود OM3 و OM4 خاکستری، مالتی مود OM5 گرین و سینگل مودمون هم زرد. کالر کد فور نان میلیتری اپلیکیشن، رنگ هایی که داره استفاده میشه به غیر از مراکز نظامیمون. اوکی، این شد تفاوت سینگل مود و مالتی مود. بریم سراغ فایبر کانکتور. کابل های فیبر نوری کانکتورهای خیلی مختلفی دارن. کانکتورهای مختلفی که برای کابل های فیبر نوری وجود داره، میخوایم یه سری از حالا رایج تریناش رو با هم شروع کنیم به دیدن و صحبت کردن طبق چیزی که کتاب داره میگه. حالا هر کانکتور هم در اصل فایده ای داره و یه هدفی رو داره دنبال میکنه. قاعدتا یه سری تفاوت‌های ظاهری هم اونها با هم دارند، حالا در نامشون و تفاوت ظاهریشون. اولین کانکتور ST. یادتون نره کابل کوآکسیال BNC بود، کابل تیوستت پیر خدمتون عرض کنم که RJ45 بود. تو انکسیال کیبل ها حالا SFP، SFP پلاس، QSFP، QSFP پلاس استفاده میکنن. حالا رسیدیم به فایبر کانکتورها. اولیش ST. ST میاد میگه آقا توسط شرکت AT&T طراحی شده و بیشتر در فیبرهای سینگل مود استفاده میشه برای اتصالات WAN در سینگل مود. WAN connectivity on SMF. اوکی. کانکتوری که اینجا داره شبیه به کانکتور BNC، یعنی میره داخل و بعد میچرخه، قفل میکنه. بنابراین در مرور زمانی یا در مدت زمان طولانی در اصل این کانکتورها شل نمی شدن که یکی از مزایاشون بود. اینجا رو ببینید. The benefit to this cable that is will not come loose over the time. تو تایم زیاد در اصل اینا شل نمی شدند. این میشه ST کانکتور. کانکتور بعدی SC، سابسکرایبر کانکتور. SC داستانش چیه؟ SC میاد میگه یه کانکتور مربعی شکل که فیبر نوری رو توی دل خودش جا میداد. یه کانکتور مربعی شکل که فیبر نوری رو توی دل خودش جا میداد و شامل یه گیرنده پلاستیکی بود طبق چیزی که دارید میبینید و می اومد کابل هایی که داشتن ارسال میکردن، سند میکردن و دریافت میکردن، ریسیو میکردن رو محکم کنار هم قرار میداد. اوکی. توی تاسیسات هم SMF هم MMF در اصل استفاده میشه، ولی بیشتر کتاب میاد میگه توی MMF ها داره نصب و راه اندازی میشه. درسته؟ توی بیشتر MMF ها داره، یعنی مالتی مود فایبر ها داره از این کانکتور استفاده میشه. این کانکتوری که دارید توی شکل میبینید در اصل از بیشتر کانکتورهایی که حالا امروزه مدرن ترن، جدید ترن، یه مقدار بزرگتره و توی تأسیسات جدید شبکه‌ای که داره پیاده سازی میشه دارن دنبال جایگزین میگردن برای SC کانکتور. بریم بعدی.
small form factor fiber optic connector. small form factor میشه SFF. اینم یه نوع کانکتور ها، شکلشو دارید شما میبینید. اسمال فرام فاکتورها کانکتورهایی هم با فرم کوچیکتر که تعداد اتصالات بیشتری می اومدن به ما میدادن. یعنی توی یه فضای یکسان شما اگر بیایید و بخواید از انواع کانکتورهای فیبر نوری استفاده کنید، SFF ها چون با فرم کوچیکتری اومدن و تولید شدن، میتونستیم اتصال بیشتری در فضای یکسان نسبت به بقیه کانکتورها داشته باشیم. این یه مورد. 3 تا نسخه خیلی محبوب داره. نسخه های دیگه هم داره ولی 3 تاش خیلی محبوبه. یکی چی؟ یکی MT-RJ یا MTRJ. MTRJ توسط شرکت AMP طراحی شد. یه دونه داره LC که توسط شرکت لیوسنت طراحی شد و یه دونه هم داره MPO که توسط NTT گروپ اومده و طراحی شده. توی حالا این مواردی که من خدمتتون گفتم، MTRJ یا MT-RJ در اصل خیلی محبوبه و یه جایگزینیه برای کی؟ برای SC و ST. پس اینجا هم داره میگه MTRJ در اصل یک کانکتور محبوبه که داره جایگزین ST و SC کانکتور میشه. حالا اومده گفته که یه سری مزایا هم داره. مزایاش چیه؟ اومده گفته کوچیکتر بودنش، TX و RXش در سطح یک کانکتوره. TX یادتون باشه، اینم حالا اینجا دیدیم خدمتون بگم. TX یعنی send، RX یعنی receive، دریافت. TX و RXش در سطح یک کانکتوره. خدمتتون عرض کنم که برای چجوری بگم، قطع کردن نمیتونیم بگیم، انتهای این کابل نیاز به پولیشینگ و ایپراکسی نداریم. حالا در رابطه با پولیشینگ با هم صحبت میکنیم که چیه اصلا. بعد خودتون بیایید اینجا متوجه میشید. بدونید که آقا این در اصل کابل، یا این کابل نگیم، این کانکتور نیاز به چی نداره؟ پولیشینگ و ایپوکسی نداره و خیلی هم راحت میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا بحث پولیشینگ رو الان جلوتر با هم صحبت میکنیم. کانکتور دیگه ای داشتیم به نام LC. میاد در رابطه با LC کتاب میگه که میگه آقا این کانکتور به خاطر اندازش یه کانکتور محبوبیه برای کسایی که دارن کار فیبر نوری انجام میدن یا از فیبر استفاده میکنن و امکان تراکم بیشتر پورت ها رو در سطح یک سویچ برای ما فراهم میکنه. در سطح یک سویچ امکان تراکم تعداد پورت های بیشتری رو برامون فراهم میکنه. توی کابلای SMF و MMF میتونیم ازش استفاده کنیم و خدمتتون عرض کنم که نمیتونیم خطوط ارسال و دریافت رو کنار هم داشته باشیم. یادتون نره این مهمه. So transmit and receive fiber line cannot be swapped side to side. کنار هم send و receive یا TX-RX نمیتونیم داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم که LC در اصل میاد میگه یه سبک جدیدتری از کانکتورهای SFF، در اصل یه سبک جدید از کانکتورهای SFF یا همون Small Form Factor که بیشتر داره از MTRJ که اینطوری نگیم، که
بیشتر از MTRJ داره استفاده میشه، یعنی از MTRJ پیشه گرفته، جلوتر افتاده LC کانکتورها و در شبکه‌های ذخیره سازی تحت فیبر استفاده میشه. اگه یادتون باشه فیلم اول یا دوم بود که ما اومدیم سن رو در اصل خوندیم با هم، Storage Attach Network، شبکه هایی که میاد یه سری استوریج دیوایس رو وصل میکنه به سرور هامون، بیشتر اینجا داره استفاده میشه. پس LC یه سبک جدیدتری از کانکتورهای SFF و از MTRJ هم پیشه گرفته و بیشتر برای شبکه‌های ذخیره سازی استفاده میشه. حالا یه اصطلاحی رو اینجا میشنوید یا توی کتاب ها میبینید به نام فایبر چنل یا FC. FC یک پروتکل، دقت کنید، FC یک پروتکل انتقال داده است که میتونه سرعتی بین 2 تا 32 گیگابیت پر سکند رو انتقال بده. یعنی گفتن آقا از تکنولوژی FC داریم استفاده میکنیم، یادتون نره تکنولوژی چیه؟ فایبر چنل، یه پروتکل انتقال داده بسیار پرسرعت، حالا از 2 تا 32 گیگ و بیشتر در شبکه‌های سن داره استفاده میشه. حالا سن رو توی ویدیوهای اول دوم میتونید دوباره برید یه مروری روش داشته باشید. بریم سراغ کانکتور MPO. میدونم شاید یه خورده تئوری خسته شده باشید ولی چاره‌ای نداریم، طبق کتاب داریم میریم جلو. این شکل هم والا من خودم از توی گوگل براتون پیدا کردم گذاشتم که این مقدار راحت‌تر مطلب براتون جا بیفته. MPO چیه؟ کانکتور MPO از یک کانکتور به چندین کانکتور LC گسترش پیدا میکنه. نگاه کنید، یک کانکتور به چندین کانکتور LC گسترش پیدا میکنه تا اتصال های پرسرعت داشته باشیم بین 10 تا 100 گیگ در ثانیه. فوق العاده است ولی خب هزینه‌اش بسیار بالاست. که میاد چیکار میکنه؟ از یک رابط واحد، از یک پنل توزیع فیبر یا یه فرستنده گیرنده و به یک سویچ وصل میشه. حالا نگاه کنید، این مال 8 تا فیبر، این مال 12 تا فیبر رو اومده یه جا کرده و 24 تا فیبر رو اومده یه جا خروجی داده که ما بتونیم سرعت بالاتری داشته باشیم. این هم شکلشه، MPO کانکتور. اوکی؟ خب این کانکتورهایی بود که خب رایجن، کتابم اومده در رابطه باشون صحبت کرده. منم سعی کردم در اصل مطالب کتاب رو با عکس بهتون نشون بدم که راحت تر براتون جا بیفته. بریم اسلاید بعد، بریم ببینیم اون داستان پولیش تایپ. پولیش چیه اصلا؟ میاد میگه که در پایان کابل فیبر نوری، فکر کنید این کابل فیبره، شما میخواید یکی از این سوکت ها رو انتخاب کنید و بهش بزنید دیگه، درسته؟ بهش متصل کنید این سوکت هایی که اومدیم خوندیم. Designed to be connected to another fiber or into transmitter or receiver. میگه شاید یک کابل فیبر رو شما بخواید به یک کابل دیگه اضافه کنید. اوکی؟ یا میخوای وصلش کنی به یک ترانسمیتر، یا میخوای وصلش کنی به یک گیرنده که ریسیورت هست، مثلا کارت شبکه‌ای که فیبر داره. When the connector are installed end of the fiber، موقعی که شما میای کانکتور رو وصل میکنی به انتهای فایبر، اون سوکتش رو میزنی، light is reflected back up to the fiber. در اصل این نوری که داره به انتهای این سوکت میرسه بر میگرده توی کاب و یه تأثیری روی خدمتتون عرض کنم که سیگنالمون میذاره، که میاد میگه این کار چه کار میکنه؟ disrupting the signal، سیگنال ما رو خراب میکنه.
پس همین سوکته که ما میایم ته کابل میزنیم باید تکلیف روشن شه که پولیشینگش چیه. یعنی چی؟ یعنی از کدوم یکی از اینها داره استفاده میکنه برای اینکه سیگنال نوری ما به کابل بر نگرده و باعث خرابی سیگنالمون نشه. 3 حالت داریم: PC پولیش، UPC پولیش و APC پولیش که من توضیحاتش رو براتون گذاشتم ولی میخوام رو شکل براتون صحبت کنم. UPC ها ببینید فلته، ببخشید PC ها فلته تقریبا. UPC ها میبینید نیم دایره است، APC ها یه کات خورده انگار. حالا اینجا اومده تو این جدول بررسیش کرده که PC ها میبینید این شکلی هن. UPC ها این شکلی هن. APC ها این شکلی هن. رفلکتنسشون بر حسب دسیبل چقدره؟ PC منفی 40، UPC منفی 50، منفی 60 یا بالاتر. بر حسب درصد چقدر تاثیر میذارن؟ تاثیر منفی این 1/100، 1/1000، 1/10000. ظاهرشون به چه صورته؟ often in blue color معذرت میخوام blue color اغلب میگه با رنگ آبی هن. اینم اغلب آبی و اغلب اینا سبز هستن. پرفورمنس یا کاراییشون به چه صورته؟ higher back reflection loss better than PC، از PC این بهتره، و superior performance in term of written loss. ببینید پس این از همه بدتره، این متوسطه و این عالیه. اینی که اینجوری کات خورده که سیگنال نوری بر نگرده به کابل. حالا از PC میگه بیشتر داره توی تلکام استفاده میشه، یعنی مخابرات و تلفن، و اینم UPC هم برای تیوی و دیتا سیستم، و APC هم برای چی؟ ساختارهای FTTX and VDM که حالا شاید بعداً یه مقدار در رابطه با این ساختار با هم صحبت کنیم. هایر کاست هزینه بالایی داره نسبت به PC و UPC. به این میگن پولیش تایپ. پولیش تایپ پس فهمیدید این که چطور ما وقتی سوکت رو میزنیم که حالا کابل رو افزایش بدیم یا سوکت رو میزنیم که اتصال برقرار کنیم، چطور جلوگیری کنیم از این که سیگنال نوریمون به کابل بر نگرده و باعث خرابی نشه. اینجا هم کانکتورها رو من یه لیست گذاشتم براتون. ببینید ST خدمتتون عرض کنم مثلا میگه سینگل مود و PC مود. الان پولیش رو دیگه میفهمید. PC UPC چند تا فیبر داره؟ نامبر آف فایبرز یه دونه. شبکه های لن FC مثلا سینگل مود و مالتی مود داره. PC UPC APC پولیش تایپش یه دونه است برای تلکامونیکیشن، برای درس مخابرات. SC میگه سینگل مود و مالتی مود داره. PC UPC یه دونه، اینم برای تلویزیون و تست اکویپمنت یعنی تست تجهیزات. LC که اینم سینگل مود و مالتی مود داره یه دونه. گیگابیت اترنت یا ویدیو مالتی مدیا، یعنی هم برای شبکه های کابلیمون میتونیم استفاده کنیم هم برای ویدیو مالتی مدیا. اسمال فرام فاکتور، الان دیگه میفهمید اسمال فرام فاکتورها چیا هستن، یعنی چی SFF. اطلاعاتتون داره افزایش پیدا میکنه دیگه قاعدتاً. MU ببینیم یه مدله که برای پوش و پول استفاده میشه. سینگل مود و مالتی مود داره. پولیشش PC UPC یه دونه. مدیکال میلیتری حالا برای موارد نظامی و SFF. MTRJ سینگل مود مالتی مود داره. ببینید این دوتا نامبر آف فایبرش 2. گیگابیت اترنت میتونه براتون راه اندازی کنه یا برای ساختارهای ATM هم میتونیم ازشون استفاده کنیم. و MPO
که اینم سینگل مود و مالتی مود. این جالبه، نگاه کنید 4 8 12 16 24 داره. چند تا رو میومد یه دونه میکرد برای اینکه سرعت رو بالا ببریم. خدمتتون عرض کنم که اینترکانکشن فور او ای ماژول که حالا داستان داره نمیتونیم الان روش صحبت کنیم و بیشتر کانکتورها هم میگه روش یعنی با بیشتر کانکتورها میتونست مچ بشه. این هم یه جدولی در رابطه با انواع کانکتورها. کتاب اومده پس دیگه الان کانکتورهای کابل‌های کوآکسیال و تیوستت پیر و توئنکسیال و فایبر اپتیک رو حالا رایجاشو بلدید. کتاب اومده در رابطه با فایبر دیستریبیوشن پنل صحبت کرده. یه پنلی که در اصل میاد ترمینیت میکنه اند دیستریبیوشن و پخش میکنه چی رو؟ کابل های فیبر نوری رو درون خودش. کش برای مدیریت کابل ها میتونیم ازش استفاده کنیم. طراحی میشه برای سنترال آفیس، یعنی در اصل آفیس مرکزیتون، و ریموت آفیس برای شبکه های لن. میبینید در اصل فیبر نوری میاد دور این میچرخه، بعد میاد کانکتور سرش متصل میشه و اینجا به شما خروجی میده. میبینید خروجی ها رو خروجی بهتون میده. یه چیزی مثل پچ پنل تو کابل های تیوستت پیر که میومد کابل ها رو منظم میکنه و داکیومنت میکنیم و این چیزا. اینجا فایبر دیستریبیوشن پنل رو داریم. اصطلاح دیگه ای داریم، فایبر اپتیک ترانسیور یا انتقال دهنده. میاد میگه فایبر اپتیک ترانسیور ها میتونن یا سیمپلکس باشن یعنی یک طرفه، یا بی دایرکشنال داپلکس باشن. خدمتتون عرض کنم که سیمپلکس ها داستانشون چیه؟ when can only transmit data in one direction، به صورت یه طرفه داری دیتا ارسال میکنی رو اصطلاحاً unidirectional یا سیمپلکس میگن. و بی دایرکشنال در اصل میشه چی؟ داپلکس، که اینجا بی دایرکشنال رو شکلشو گذاشته. ببینید یه خط آبی داریم، اینجا میاد بر اساس شکست نور سرش سوکت میخوره. اینجا هم یه خط قرمز داریم میاد اینجا سوکت میخوره و ازش استفاده میکنیم. میشه بی دایرکشنال کیبل ها که انتقال میدن چندین سیگنال رو به صورت همزمان. استانداردشون IEEE 802.3ah هست. 1000 بیس BX 1000 بیس BX 10D 10U. اینم دو تا استانداردیه که بی دایرکشنال هستند. اوکی. ما یه سری ترانسیور هم ترانسیور دیوایس هم داریم. حالا داستانش چیه؟ بذارید من ببینم چند دقیقه شده ویدئومون. 43 دقیقه شده. این ترانسیور ها رو بذاریم برای جلسه بعد. حالا باید کانورتوراش رو بخونیم، کابل های دیگه، کابل سریال رو میخونیم و دیگه میریم تو دوباره بحث تیوستت پیر که شبکه هامون رو داریم بر اساس اون پیاده سازی میکنیم. پس درس ما بمونه تا سر ترانسیور ها، ببینیم ترانسیور ها در سطح فیبر نوری چی هستند و چی کار میکنن. برای اینکه شما هم خسته نشید، ویدئومون هم خیلی طولانی نشه، این ویدئو رو همینجا دیگه میبندیم. امیدوارم که اطلاعاتتون افزایش پیدا کرده باشه در سطح کابل های فیبر نوری و لذت برده باشید. تا ویدئو بعد، خدا نگهدارتون باشه.